سلام، من الهام هستم و اینجا آرامشکده. توی این ویدیو میخوام یکی از راههایی که خودم برای رسیدن به زندگی بهتر طی کردم و نتایج فوق‌العاده‌ای ازش گرفتم و بهتون معرفی کنم. این راه شکرگزاریه. شکرگزاری آگاهانه رو من حدود 8 سال پیش با کتاب معجزه شکرگزاری خانم راندا برن یاد گرفتم و این دوره برای من سرآغاز فصل جدیدی در زندگیم شد. راندا برن طی یه دوره 28 روزه شکرگزاری واقعی رو در قالب تمرین‌هایی به ما آموزش میده و باعث میشه که قدرت شکرگزاریمون روز به روز بالا و بالاتر بره و این قدرت در رسیدن به آرامش بیشتر، موفقیت بیشتر، ثروت بیشتر، سلامت جسم بیشتر و هر آرزویی که داشته باشیم به صورت معجزه آسا اثر میذاره. از اونجایی که طی این 8 سال تأثیرات شگفت‌انگیزی از این دوره دیدم، هم روی زندگی خودم و هم دیگر عزیزانی که توی کانال تلگرامیم همراه هم بودن و دوره‌های شکرگزاری زیادی کنار هم انجام دادیم و هنوزم انجام میدیم، تصمیم گرفتم که ویدیوهای ساده و کاربردی تهیه کنم که افراد بیشتری بتونن از این موهبتی که جهان هستی در اختیار هممون قرار داده استفاده کنن. اگر دوست دارین توی این دوره 28 روزه معجزه آسا همراه من بشین، قبل از شروع دوره و دیدن ویدیوی بعدی که روز اول شکرگزاریمون خواهد بود، یک لیست از آرزوهایی که دوست دارین با کمک این دوره و با معجزه شکرگزاری بهش برسین تهیه کنین. نوشتن این لیست هم به این صورته که به صورت آرزو باید بنویسیم. مثلا آرزو دارم به فلان چیز برسم، آرزو دارم فلان اتفاق تو زندگیم بیفته، تو ارتباطاتم این شکلی باشه، سلامتیم این شکلی باشه و با جزئیات. این لیست رو تهیه کنین و بعد ویدیوی بعدی رو مشاهده کنین. در ضمن چون که تمرین‌های این دوره باید نوشته بشه، میتونین یه دفتر شکرگزاری بردارین و از لیست آرزوها شروع کنین و تمرین‌ها رو هر روز اونجا انجام بدین. میتونین از نوت گوشیتون استفاده کنین و یه فضای مشخصی بهش اختصاص بدین و یا یه اپلیکیشن هم من خودم طراحی کردم، توی بازار و سیب اپ قرار دادم، رایگان هست، میتونین از اون استفاده کنین. فضای مشخصی برای نوشتن داره، مثالهایی داره، توضیحات کوتاهی داره. اپلیکیشن خوبیه، کمکه برای اجرای این دوره. اسم این اپلیکیشن معجزه شکرگزاری هست که اطلاعات و لینکش رو توی کپشن واسهتون قرار میدم. امیدوارم که شما رو در ویدیوی بعدی که روز اول شکرگزاریمون خواهد بود همراه خودم داشته باشم. به خدای بزرگ میسپارمتون. غرق عشق و خوشبختی باشین.